سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان، گلزار بکړو آباد بکړو ودان افغانستان. کار کانکریت ریزی کوچه ها در ساحه موسوی مربوط گذر 20 ناحیه هفتم از سوی شاروالی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس جریان دارد. به اساس معلومات ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های شاروالی کابل، این کوچه ها به طول مجموعی 803 متر با عرض 4.5 متر شامل اعمار آبرو بوده که تاکنون 20% پیشرفت کاری دارد. از طریق این پروژه زمینه کار برای شماری از باشندگان محل نیز فراهم گردیده است و از جانب دیگر به باشندگان محل سهولت‌های متعدد اجتماعی و شهری فراهم می شود. قبلا دیگه این کوچه بیخی خراب بود، یک تکه گل و لای او دن می شد، هر جایش از این سرک تا همون سر می رفتی پای در گل و در کلگی می رفت. اینال خیر ببینه اینمی شاروالی که آمد، اینال کوچه پخته میشه دیگه، مردم خیلی راحت میشه. خود مردم باید سهم خود بگیره، کوچه را خوب نگاه کنن، فهمیدید در نگهداری پاکاری و دیگه جنگلی های خود نندازن. ودان افغانستان، ودان افغانستان.